زمان ثبت نام لاتاری رسیده. جای اینکه بری کافینت خودت ثبت نام کن. اول وارد این سایت میشید. بعد گزینه سبز رنگ بیگین انتری رو میزنید. تو صفحه بعدی کدی که میبینید رو وارد میکنید و دکمه سابمیت رو میزنید. حالا باید اطلاعات شخصیتون رو وارد کنید. توی باکس وسطی اسم خودتون و باکس سمت چپ فامیلیتون رو مینویسید. باکس سمت راست نام میانه است و چون ایرانی‌ها اکثرا نام میانی ندارن این تیک رو میزنید و میرید مرحله بعد. در این بخش باید جنسیت خودتون رو انتخاب کنید که 2 تا گزینه مشخص داره. بخش بعدی تاریخ تولده. به ترتیب از چپ به راست ماه، روز و سال تولدتون رو به میلادی وارد کنید. اگر هم تاریخ تولدتون رو به میلادی نمیدونین، با یه سرچ ساده تو گوگل یا با یه سوال از چت جی پی تی میتونید پیداش کنید. در این قسمت شهری که توش به دنیا آمدین رو مینویسین. پایینتر کشوری که توش به دنیا آمدین رو وارد میکنید. در قسمت بعدی گزینه یس رو میزنید و رد میشید. پایینتر باید عکس مخصوص لاتاری رو آپلود کنید. میرسیم به بخش آدرس محل سکونت. تو این باکس آدرستون رو مینویسید و اگه جا کم بود ادامش رو تو این باکس بنویسید. در این باکس شهرتون رو مینویسید و پایینتر استانتون رو. باکس بعدی کد پستیه. گزینه بعدش کشور رو میزنید. دوباره پایینتر کشوری که الان توی زندگی میکنید رو میزنید. در اینجا شماره موبایلتون همراه با کد کشورتون رو وارد میکنید. این قسمت آدرس ایمیل رو وارد میکنید و پایینتر دوباره ایمیل رو برای تایید وارد میکنید. از این قسمت آخرین مدرک تحصیلیتون رو انتخاب میکنید. اینجا هم برای تعیین وضعیت تأهله. اگر همسر دارید اطلاعاتش مثل خودتون باید وارد بشه. اگه فرزند زیر 21 سال مجرد دارید باید اینجا تعدادش رو وارد کنید و مثل خودتون و همسرتون اطلاعات اونها رو هم وارد کنید و در آخر گزینه سابمیت آبی رنگ رو میزنید. تبریک میگم، شما همین الان برای لاتاری ثبت نام کردید.